یک بچگک میگه یک مادر داشت، مادرشان بیوه بود، خب غریب بودند اما تو زندگی میکردند و این بچه کدام روز برآمد بیرون رفت خانه همسایه، از او که پس مبرآمد از خانه همسایه هم از اون مرغمچه یک دانه تخم دزدی کرد. ایره کارد مادر خدا داد که اینه مادر جان یک دانه تخم داره، مادرم طرف روی شماج کرد که اینه بچه هم دقیقه قد خود پیداگر شد. حالا اینه تخمه گرفت، صبح 2 تا تخم آورد، دیگه صبح 3 تا تخم آورد، هفته آخر شد اینه قدر تخم آورد و این بچگک دیگه دستش رو شد در غریبی. ای که دستش رو شد دیگه در مکتب شد، در مکتب شد دیگه دینمی 3 چوب کدام که قسمتش مستند آمست، یه دیگه دمو پیش که کدام سرای علبی سازی یک ٹوکری گر ماندگی، سی دیگه بچه خمار گر است. همین مکتب که میرد هم از این سکتیر میشه نرم شگور از یک ٹوٹه گر میگیره، رقم میگیره که متو فنی که هم گر به دست آید هم دل صاحبش نرنجه که دیگه گرایش هم شور نمیخورد چینده میشه. دیگه یادم هم فکرش اینم یک چکی از ایسو میگیره که مکتب میره، یک چکی از اوسو میگیره. خوی گر مرش هم خلاص شدی بچه کلان شد و کدام جای برش نامزاد شد و نامزاد که میره خانه خسر میره، شب تیر میکنه، صبح وقت میره جرابای خسر کدی کلوشش میره. یادم آستاستا کتی خود که والا او بچه کلان دوست شدی اینه، دیگر روز میره لشتی های خوشور دوزی میکنه و وا ایران کو برادر اگه ایره بگویم نی دامات ما ستو نخواد بود دیگه خانه خودش از دیگه از اینجا چرا دزدی کنه، چیز ضرورت داشته باشه ما را میگه. خوی قسم ماند و رفت دستکاری. یادم یک که دستکاری رفت دزدیش یک ذره کٹتر شد، کدام روز در پیرس و دیگه اسکرا در تعلیم قدم است و بعضی اسکرا در جبه رفته و بعضی شهید شده، اونجا بکس مکسش مانده. این دیگه کدام چکوش موچی رقم پیدا کردم، قلف قاغوش پران زلفیار مدرای که بکس ها سر در سر هر اسکر از خود یک بکسک داره. این هم تو بکس ها رو یکی درد دیگه واز کده میره، کدام بکس واز میکنه که یک جور کالا یا عروس ماندگی است که زیور و طلا و 4-5 رقم پیرن شو خینه و عروسی و کلش اینمیجا ماندگی بوت موت و پیزارش همه تو در بست. او را البته کدام اسکر دیگه اینم تو 2 رقمک بوده دمی جبا که رفته کدام خانه خالی را دیده و بکسک زنده زیر قول آورده. ای مچم که دی وطن چی رقم است تو والا ای چیزی شو قضیات نیست دزدش فریما. خب از اینجا که ایره دوزی میکنه ایره میاره دیگه، اما تو کمی دوزی را که میکنه یا پس دقیقه بره خب پیره همی بود کلگی میفهمه کمی دزد است، از خاطر دوزدی از کری را میلامته در قصه مادر وطن هم نمیشه، میای راستی را دینمی چو کدام جای در یک دکان سودا میکنه به 60,000 30,000ش قرض 30,000ش نقد. همین نقدش میگیره میره این 30,000 دیگه ایره تو مزادات که گفته اینه کسب به سرمایه دیوانه هستی میری کار میکنی اسکری میکنی و خب بیادر دیگه روز که پشت پیسه میای یه آدم دکاندارم سر از این فامیده که خمال دزدی را سر مسا اینه صبح میتمت دیگه صبح میتمت قرا خوگری را شروع کرده و دلش از که از این پیسه منکر شود دیگه همی دزد یک چوتاری کرده دیگه رو صبح وقت رفته کمی دکان واز ناکده و گفته بیا که دیگه مال برات پیدا کردیم. کجاست؟ گفته اینجا خانهش هم است، صاحبش هم است، جایش هم است، میبرمت 50,000 روپیه میگیره، 30 سر دارم 20 دیگه مربطی که را بته مال گرفتیم باز پیر بیونده فایده شردوی مانست. خو قرایی میره بیادر کمدان دکان و آدم هم میگه اینه تو وام خو مالخور نه دزد مالخور یک رقم است، وام رام خور تو چرا مال دزدی را بخری او را با سرش سینه پرتی و خوگری کنی. خو یک قرای اردوش در یک تاکسی شیشتمی کدام جای در یک کوچه موچه یک جای کابل دور میخوره ایره میگه این دینی خانه است و خانه را وقتی کروکی کده بوده 2 دروازه داشته 50,000 میگیره در بین تاکسی شیشتم تو که مبرایه از او کوچه دیگه او میره پشت کار خود دست 50,000 میبره این دکاندار دارها شیش خودم چه دیگه تاکسیوان سرش قال مقال کرد پیسه را دوام داد خوی قصه ختم شد. یه آدم دید که دوزی دیگه مزه داره و 30,000 50,000 رفت یک چند تای دیگه را یک 3-4 تای دیگه را اینمت پیدا کرد 4 نفر شدن رفتن در کدام جای یک کندو را کتیش آشنایی را گیر کردند و دیگه خب پیسه دار لطمین از بزاز از دخانی از یکیش رفت آماده شروع کرد و 2 تا شد و 3 تا شد و هر 4 از کتی اندو از راوای مختلف کتی از بغل کشی و سلام علیکم یگان عمل هم که داشتن که اندو میکردن. خو یک شو سر اندو راجوری کردن طرف هم اندو مسکینه کشت کتی پای پسیرو
ایره که کتیپای پسیرون کشتن، زن و اولاد از ایرم در یک خانه بسته کردن. چیزی که در خانه بود کلش جمع کردن و بیادر صبح وقت یکیش بر آمد رفت، یک چپرکت آورد، یک تابوت، یک ذره کفن مفن، یک رویجایی در سر چپرکت بیادر اون دو مسکین شش تن آوردن در تابوت ماندن، سرش پوش کردن. دمی 4 دمی شار برآمد دینمی جاده و چوکی جا. خواه مسلمان هر کس که دید میگه 7 قدم جنازه را ببری ثواب داره. هم مردم که دید دوید از پیش یک دوست گرفت چپرکت و از او سنو دیگه شو. همی هر دوست که ایلا میشه مگروزه میره دیگه دوست ایلا میشه. مردم از پشت جنازه رئیس معلوم نیست. حال در چوک رسیدن گفتن جنازه را کدام سو میبرین؟ حالا هیچ کس نمیفهمد که اینجا کدام نشیام، البته از خاطر ثواب. او دیگه چی میگه؟ حالی میگیرین یا لاتش دیم در خاک یه از یک قصه خلاص شد. آخر که واز میکنن سیل میکنن کندو مسکین. او یک باز از او فهمیدن که کار دوزاو کی صبراوی است. خب یک قصه همیجا ختم میشه. یادم پایش در بانک و در تا و بالا و در خانه وزیر پرته و خانه سرمایه دار پرته و سلا و تا و بالا، بالاخره که گیر میای در اعدام میشه. در اعدام در مزیر رسپان اعدام که را میبرن، میگن آخرین آرزوی تا بگو. میگه یک دفعه مادرم بیارین که من زبانش یک دفعه ماچ کنم. ای که میارن مادرش که زبان خدا مادرش میکشه، میگه برو بشم این از کومی ماچ کنی. مادر میگم زبانت همی زبانه که میکشه قرص مثل انبر موچی واری همی زبان مادر از بیخ قطع میکنه کتی دندان خود. میگن چرا علی مادر است که خون از فراره میزنه؟ نه میگه یه تو مادرای نمت تو زبانش. اگر دمو تخمی اول که ما آورده بودم که روی ما ماچ نمیکد، ما اون دور همو تو میکشتم. کالای آرشی را همو تو دیزدی میکدم، او گروالا جو بودور همو تو میکدم. نه این همو تو مادر. ای مادری عزیز، قابل قدر استی. هر وقت که اولاد تولین دزدی را میکد اونمو رو یک جذابت رویش ماچ نکنی که وادی آخر زبانت از بیخ قطع میکد.